بینندگان عزیز سلام عرض می کنم. من دکتر نوذر امیری هستم و امروز راجع به بیماری صحبت می کنم که بعضی وقتا و یا در بسیاری از موارد در مراحل اولش با بیماری های معمولی تری مثل گلودرد و سرماخوردگی معمولی و یا حتی با بیماری های مثل سرخجه و غیره اشتباه میشه، ولی بعضی مواقع دارای اثرات مهمتر و بعضی وقتا خطرناکتری هست که بایستی به این تشخیص توجه بشه و در صورت لزوم و هرچه زودتر تشخیص داده بشه که احتمال ایجاد ناراحتی های بدتری از کمتر بشه و یا اینکه از بین بره. این بیماری به اسم علمی مونونوکلئوز عفونی یا infectious mononucleosis که در زبان عامیانه بهش بیماری مونو گفته میشه هست که در خیلی از موارد دیده میشه، ولی چون خود به خود خوب میشه کسی ممکنه که اصلا تشخیص نداده خوب بشه و شخص احتمالا اصلا نمیفهمه که یه همچین بیماری گرفته و فکر میکنه سرما خورده بوده و تب میکرده و غیره و این سرماخوردگی خوب شده. به طور کلی بیماری مونونوکلئوز عفونی به وسیله یک نوع ویروس تبخال ایجاد میشه. ویروسی هست و میدونیم که ویروس های تبخال چندین نوع هستند. نوعی هست که ایجاد تبخال معمولی میکنه در لب و غیره و نوع دیگه هست که ایجاد هرپس یا تبخال های قسمت های جنسی میکنه و این هم یک نوع ویروس تبخال دیگه هست که باعث بیماری میشه که به صورت یک سرماخوردگی معمولی و گلودرد معمولی شروع میشه و گاهی حتی گلودرد هم وجود نداره و مریض فقط یک حالت ضعف و بیحالی داره که مدتها ادامه داره و خوب نمیشه. این بیماری معمولاً در کسانی که بین سنهای 10 ساله تا حدود 35 ساله هستن ایجاد میشه و معمولاً تک ایجاد میشه، یک نفر رو مبتلا میکنه، ولی بعضی وقتا به صورت اپیدمی و همه‌گیر در میاد و بایستی به اون توجه کرد. این بیماری معمولاً از طریق بزاق منتقل میشه، یعنی از طریق آب دهان منتقل میشه و بنابراین در زبان عامیانه باز هم به اون بیماری کیسینگ دیزیز میگن که از بوسیدن سرایت میکنه و از طریق بزاق و آب دهن ویروس از یک نفر به یک نفر دیگه منتقل میشه و بعد از اینکه ویروس وارد بدن شد حدود 5 روز تا 15 روز و بعضی وقتا بیشتر طول میکشه تا اینکه خودش رو نشون بده و شخص رو واقعا بیمار کنه. معمولاً علائمش تب هست، گلودرد هست، بیحالی، مریض دچار ورم عقده های گردنی میشه، شبیه غده های نسبتاً بزرگی در گردن ایجاد میشه بسته به شدت بیماری و طحالش بزرگ میشه. طحال میدونیم که یکی از اعضای بدن هست که مثل کبد در قسمت فوقانی شکم قرار گرفته و برعکس کبد که در طرف راست هست، طحال در طرف چپه و بافت بسیار نرمی داره و وقتی که طحال مبتلا میشه اهمیتش در اینه که به اون طحال نبایستی ضربه زیاد وارد بشه و یا حتی دکتر موقعی که طحال رو میخواد امتحان کنه بایستی خیلی مواظب باشه، چون در این جور بیمارها که دچار بیماری مونو هستند ممکنه که با همون فشار دادنهای شدید طحال پاره بشه و خونریزی شدید ایجاد بشه و واقعا وضعیت خیلی خطرناک و بعضی وقتا به مرگ می انجامه. در علاوه بر این حالت تب و گلودردی که گفتم و بیحالی شدیدی که در مریض ایجاد میشه، بعضی وقتها دانه های قرمز رنگی روی پوست ایجاد میشن که شبیه علائم بیماری های مثل سرخجه و غیره میشه که اینها علائم پوستی دارند و مریض فکر میکنه که یک بیماری پوستی گرفته. علاوه بر اون اشکالات کبدی ایجاد میشه در اینجور بیمارها و کبد مبتلا میشه، قلب بعضی وقتا مبتلا میشه و اشکالات قلبی ایجاد میشه
و دستگاه عصب مرکزی دچار اشکال میشه و گاهی هم ورم مغز ایجاد میشه و مریض دچار بی‌اشتهایی میشه، دردهای عضلانی ایجاد میشه و غیره، که تمامش واقعا خیلی شبیه همون سرماخوردگی معمولی هست. و به همین دلیل همونطور که گفتم در بعضی از موارد با سرماخوردگی اشتباه میشه، پزشک داروهایی میده و مریض میره خونه و بعد از مدتی که میخوره، البته بعد از مدت نسبتا طولانی تری از سرماخوردگی معمولی، حالش خوب میشه و اصلا هیچ کس هم نمیفهمه که مریض واقعا مونو داشته. علائم دیگری که در بدن بیمارانی که دچار مونو هستن ایجاد میشه مربوط به قسمت‌های مختلف بدنشون هست که این ویروس روشون اثر کرده و اونها رو دچار بیماری کرده. مثلا در کسانی که کبدشون دچار اشکال شده به خاطر بیماری مونونوکلئوز، تهوع ایجاد میشه، مریض شروع به استفراغ میکنه، بی اشتها میشه و بعضی وقتا یرقان میگیره، یعنی بدنش زرد میشه، چشماش زرد میشه. به این علت این هست که کبدش مبتلا شده. اگر قسمت مغز و اعصاب بیمار مبتلا شده باشه، سردردهای شدید ایجاد میشه و گردن سفت میشه، مثل حالت مننژیت میشه و صورت بعضی وقتا کج میشه، مثل کسانی که سکته کردن صورت به یک طرف کج میشه و بعضی وقتا واقعا مننژیت واقعی ایجاد میشه و مغز دچار ورم میشه که اشکالات مهمی هستن و البته خوشبختانه اکثرشون خوب میشن و خطر خیلی کم هست، ولی خطر شدید یعنی خطر مرگ در بعضی از موارد وجود داره. اگر ریه دچار این بیماری شده باشه، یعنی اثر کرده باشه بیماری روی ریه، دردهای سینه‌ای ایجاد میشه و نفس آدم تنگ میشه، دچار سرفه میشه و غیره. اگر قلب دچار اشکال شده باشه، تپش های قلبی ایجاد میشه، مریض احساس میکنه که قلبش میتپه و ریتم قلبش نامرتب میشه، یعنی ضربان قلب و اونطوری که همیشه مرتب اتفاق میفتن نمیشه و نامرتب میشه. این بیماری همونطور که گفتم بعضی از موارد یا شاید در موارد زیادی با بعضی بیماری های دیگه اشتباه میشه و تا وقتی که پزشک واقعا توجهش به این بیماری نباشه و آزمایش های مربوط به این بیماری رو نداده باشه، ممکنه که اصلا تشخیص داده نشه و معلوم نشه که این بیمار چه ناراحتی داره. گلو درد یه چیزی هست که در سرماخوردگی های معمولی یا چرکی شدن گلو یا در انواع و اقسام مواردی که گلو درد ایجاد میشه این حالت ایجاد میشه، بنابراین هیچ علامت غیر عادی نیست که توجه کسی رو جلب کنه و حالت سرماخوردگی ایجاد میشه، یا حالت شبیه سرماخوردگی هست. بنابراین پزشک و خود بیمار ممکنه تصور کنه که یک سرماخوردگی معمولی داره، ولی چیزی که در این جور موارد متوجه میشن مریض و پزشک این است که چرا این بیماری پس خوب نمیشه. سرماخوردگی معمولا چند روز طول میکشه و خوب میشه، ولی این حالت یه مدت طولانی تری ادامه پیدا میکنه. بعضی وقتا این بیماری با بیماری توکسوپلاسموز که یک بیماری انگلی هست و انگلی هست که توی خون میره و در قسمت‌های مختلف بدن اثر میکنه اشتباه میشه و مخصوصا در مواردی که مغز دچار اشکال شده باشه و همینطور با بیماری هایی که دارای علائم پوستی هستند مثل سرخجه ممکن اشتباه بشه، چون بدن همه جاش پوست بدن دچار دونه های ریزی میشه که واقعا نمیخورن، ولی دونه های ریز و زیادی ایجاد میشه و بدن قرمز میشه. عفونت‌های میکروبی گلو هم شبیه این بیماری میشن، چه عفونت‌های میکروبی که در اثر میکروب‌های معمولی مثل استرپتوکوک و غیره ایجاد شده باشن که در سرماخوردگی‌های معمولی هم میتونن ایجاد بشن، و چه گلودردهایی که بیشتر غیر عادی تر هستن مثل گلودردهای ناشی از میکروب سوزاک و غیره که میتونه شبیه این علائم باشه.
این بیماری همونطور که گفتم بیماری هست که اگر بهش توجه نشه عواقب اون ممکنه که خطرناک باشه. بنابراین این بیماری بایستی اول تشخیص داده باشه، تشخیص درست داده بشه و بعد کارهایی انجام بشه که از ایجاد اشکالات بعدی جلوگیری بشه. یکی از این اشکالات همونطوری که گفتم طحال هست که در این جور مواقع طحال بزرگ میشه و حتی خود پزشک اگر توجه نکرده باشه موقع معاینه مریض زیاد فشار بده شکم مریض رو، یا اینکه بخواد دستش رو زیاد فشار بده و طحال رو واقعا خوب لمس کنه، ممکنه که دچار پارگی طحال بشه بیمار و خونریزی شدیدی ایجاد بشه که بعضی وقتها میتونه کشنده باشه. عفونت‌های میکروبی گلو ممکنه که بعد از این بیماری ایجاد بشن، یعنی این بیماری خودش ویروسی هست ولی بدن رو مستعد میکنه که علاوه بر اون عفونت میکروبی هم بگیره در گلو و در نتیجه چرکی در گلو میبینیم و بیماری که واقعا احتیاج به آنتی بیوتیک داره و بایستی درمان درست بشه. در بعضی از موارد کمخونی های بعضی وقتا شدید ایجاد میشه در بیمار و یکی از علل مرگ بیمار کمخونی های شدیدی هست که در اثر بیماری مونو ایجاد میشه و بایستی توجه بیمار و پزشک به اینها جلب بشه. و اشکالات قلبی هم از اشکالاتی هست که در این جور موارد ایجاد میشن و بایستی توجه داشته باشیم به اونا. بعضی وقتها ضعف و تب وجود داره. همونطور که گفتم تب طولانی تر از موارد معمولی هست. سرماخوردگی های معمولی یا گلودردهای معمولی هست. معمولا در گلودردها و سرماخوردگی های معمولی تب 2-3 روزه 3-4 روزه بایستی خوب بشه، ولی در این جور بیمارها تب حدود 10 روز طول میکشه، ادامه پیدا میکنه. مریض هرچی دوا استفاده میکنه میبینه که تبش خوب نمیشه و به علاوه ضعف شدید، همونطور که گفتم ضعف و بیحالی که ایجاد میشه ممکنه 2 تا 3 هفته طول بکشه و شاید تا 3 ماه این ناراحتی طول بکشه و واقعا بیماری طولانی هست که به این زودی ها بیمار رو راحت نمیذاره. و همونطور که گفتم از بدترین عواقب این بیماری مرگ هست که در اثر پاره شدن طحال ایجاد میشه، در اثر ضربه خوردن به طحال موقعی که طحال آسیب پذیر هست و بزرگ هست ایجاد میشه، و یا اینکه در اثر کمخونی های شدید و یا در اثر ورم مغز بعضی موارد مرگ ایجاد میشه. ولی خوشبختانه این جور نتایج ناراحت کننده و خطرناک خیلی کم دیده میشه در این بیماری و معمولا این بیماری بعد از مدتی خوب میشه. همونطوری که گفتم طولانی هست و مدت زیادی ادامه پیدا میکنه. مریض فکر میکنه که تشخیص درست داده نشده یا فکر میکنه که واقعا بیماری دیگه ای داره مربوط به قسمت های دیگه بدنش هست، ولی در واقع این از ادامه این بیماری مونو یا مونونوکلوز عفونی هست که همونطور که گفتم بعضی وقتا تا 2-3 ماه طول میکشه و مریض رو اذیت میکنه.